رستم با دستگاه تازه اختراع کردهش محلول پر میکند. این دستگاه را او برای بی‌ضررگردانی دستان و پیشگیری از کرونا ویروس ساخته است. در حالی که دیگران از مغازه و داروخانه‌ها محلول‌های آنتیسپتیکی در قوطی‌ها برای استفاده می‌جویند، خانواده رستم از این دستگاه راحت استفاده می‌برند. رستم میگوید اختراع او میتواند در تمام کارخانه و جاهای جمعیتی به استفاده داده شود. دستگاه ما با گنجایش محلول آنتیسپتیکی با 5 لیتر و سرعت کارکنی آن هم زودتر است که در 10 ثانیه یک نفر را دستان را بی‌ضرر می‌کند. دستگاه بی‌ضررگردانی دستان توسط پا اداره شده بدون انرژی برق هم کار می‌کند. خروج کرونا ویروس و نارسایی لوازمات ضروری برای معالجه بیماران، نوآوران و برخی از ساکنان را وادار کرده است که مهارت نوآوری خود را نشان دهند و یا به خاطر کمک بیماران تلاش اختراع‌کاری کنند. من حاضر هوای اتمسفری کلیدش لامپو برای نفسی ما آماده شده است که برای نفس کشی خیلی آسان و مفید. نومان حسنوف دستگاه نفسدهی سونی ساخته‌اش را در خود تجربه می‌کند. این انجینر 70 ساله وقت‌های خالیش را به ساختن اسباب‌های تکنیکی صرف می‌کند. مسئله اومده کرونا ویروس تمام جهان را به تشویش انداخته است. من از این واقعه‌اش ایستاده بی‌طرف نیستم. می‌خواهم که دانش ملکی خود را در عمل تطبیق نمایم. نومان حسنوف تلاش دارد با این راه در مبارزه ضد ویروس کووید 19 سهم بگیرد. ماسک را من از طبی والیبال برده از این ساختگی من. اختراع این دستگاه در حالی است که طبیبان برخی بیمارستان‌های کشور از کمبودی اسباب و تجهیزات ضروری علل خصوص دستگاه نفسدهی سونی شکایت می‌کنند. وزارت تندرستی کشور میگوید در حال حاضر در کشور 500 دستگاه نفسدهی سونی موجود است. چند روز پیش فرهنگستان علوم تاجیکستان هم از ساختن اسباب نفسدهی سونی و پیشنهاد آن به بیمارخانه‌های کشور پیام داد. متخصصان تاکید میکنند که هر دستگاه و نوآوری که برای معالجه یا پیشگیری کرونا ویروس ساخته می شود باید حتما از نظر وزارت تندرستی گذرد.